سلام خدمت دوستای عزیزم. آموزش امروز سیب زمینی تنوری با سس قارچه. همونطور که میبینید سیب زمینی ها رو همراه با نمک و فلفل و زردچوبه و مقداری روغن مزه دار میکنیم و داخل دستگاه هواپز قرار میدیم. قارچه رو تفت میدیم و همراه نمک و فلفل و زردچوبه مزه دارش میکنیم. 2 قاشق پنیر خامه، 1 پیمانه شیر و پنیر پیتزا هم به مخلوطمون اضافه میکنیم.